سلام دوستان، خوش اومدید به کانال کافه پاندورا. امروز میخوایم ایران و اسرائیل رو با هم مقایسه کنیم و ببینیم چه تجهیزاتی دارند. شاید شما همین سربازهای خوشگل اسرائیلی رو دیده باشید که از سر کوله هم میرن بالا، ولی این ظاهر ماجراست. بریم و ببینیم که چجوریه. پایتخت ها: ایران تهران، اسرائیل اورشلیم. جمعیت: ایران 86 میلیون، اسرائیل 9 میلیون. رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی. نخست وزیر اسرائیل بنجامین نتانیاهو. تولید ناخالص داخلی ایران 368 میلیارد دلار، اسرائیل 564 میلیارد دلار. درآمد سرانه ایران 4252 دلار، اسرائیل 58273 دلار. رتبه جهانی ارتش ایران 17، اسرائیل 18. بودجه دفاعی ایران 5 میلیارد دلار، اسرائیل 24 میلیارد دلار. بمب اتم ایران نامشخص، اسرائیل 90. ارتش ایران 1,015,000 نفر، اسرائیل 646,000 نفر. عضو فعال ارتش ایران 575,000 نفر، اسرائیل 173,000 نفر. نیروی ذخیره ایران 440,000 نفر، اسرائیل 473,000 نفر. تانک جنگی ایران 4071، اسرائیل 2200. خودرو زرهی ایران 8500، اسرائیل 10275. خودرو ضد مین ایران 610، اسرائیل 310. خودرو زره‌پوش ایران 5800، اسرائیل 8835. تعداد توپخانه ایران 2630. پرتابگر موشک ایران 1085، اسرائیل 300. تعداد جنگنده ایران 541، اسرائیل 601. تعداد جنگنده تهاجمی ایران 23، اسرائیل 32. جت جنگنده ایران 196. هواپیمای کنترل عملیات ایران 9، اسرائیل 23. جنگنده آموزشی ایران 94، اسرائیل 153. بالگرد ایران 126، اسرائیل 126. بالگرد تهاجمی ایران 12. پهپاد UCAV ایران 83، اسرائیل 15. هواپیمای ترابری ایران 86، اسرائیل 15. هواپیمای سوخترسان ایران 7، اسرائیل 11. ناوگان ایران 101، اسرائیل 67. ناو هواپیمابر ایران 0، اسرائیل 0. کشتی دسترویر ایران 1، اسرائیل 0. ناوچه ها ایران 7، اسرائیل 0. ناو کوروت ایران 3، اسرائیل 7. زیردریایی ایران 19، اسرائیل. شناور گشتی ایران 21، اسرائیل 45.